اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست. مالدارها را خطاب دارد، پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی، صاحب گنجینه هستی، صاحب صندوق هستی، پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلید میگیرن کنون بر کفی دست نه هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی. گویم اهل جمعیت ما شروع شود، انشاءالله کاری خیر است، ثواب است. پول شما در راهی گویم غلط و نادرست ضایع نمی شود. هر کسی که چی مقدار قوت دارد، لیکن اگر با قوت ها باشند اگر حساب نکنن هم چندی هست پرتوینش، لیکن به قوتاش باشد یگان جای سختگیریش نیست. جناب ویدیو دیگه با برای شما پیشکش کنیم. نامه واقع جانونه مقصد دعمالته سر که خیلی گود وجد با او چینست خیلی برو اویش کنم اون مقصد یا با دیگه اون چی را پلوس داره ویدیوش کنم. بس چه همون کجان چون مقصد این همه برادرها این همه چشاشون دیسک این رنگین و این کراچی این خطی دارو این همون کل این همه چیزا همشون این چیزای دختور پختور این رنگین پنگین این همون چیزا هم این همه آفول نمی بچه بچه خلقش میگنن که گل میکنن خلاص نه بچه کل که مقصد دستگیری کردن خیلی نمی آفول نمی بکنن هم دستگیری حضور احمد نکنن هم حضور احمد خیلی نمی آفول نمی چکو کنیم بچه بچه این بچه قرار در چی گفتن یا که شدی؟ های گفتن این که پروردگار هم گجوی در باشد هم موی سرشون خور نرسه و دستم کنم کمیش میکنن دستگیری حضور احمد نمیکنم حضور احمد. خیلی برادر جان کمیتونه از برای الله اکر دست که ما این مقصد امیرم نمیدونیم نمیشناسیم یک برای همین توابچ برای دارو کلم چیزاش کوشش کسیم ویدیو تعلیم کمیش دورم بیوردم میکنن خدا برکت شکر نکنم خدا برکت شکر و جوی در باشم دویم سر بالام باشم گرم نصاب لاکن شاد دستگیری دویم از باب نماز از دروازه نماز سر میزد فریاد میزد است بیا ای انسانی که در دنیا نماز میخواندی بیا این دروازه نماز است به نماز داخل شو و دروازه نماز درآ. سوم و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. کسی در دنیا اگر جهادی در راه خدا کرده است، گویم که مجاهدهایی که برای حمایه قرآن و حمایه دین اسلام جنگیدند، یا گویم که حبیب خدا وقتی که از جنگ برگشتن گفتن ما از جهاد خرد آمدیم و جهاد بر اکبر جهاد میکنیم که این علیه نفس است. یا شخصانی که گویم بر نفسهاشون جهاد میکنند، اینها را باب جهاد دروازه جهاد فریاد میزد است. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه. کسی که اگر در دنیا سخی باشد خیر اندیش باشد از دروازه صدقه فریاد زده می شود ای بنده خدا ای آدمی سخی به من بیا اینجاست جای تو. وقتی حبیب خدا این حدیث بیان کرد ابوبکر صدیق میگوید در پهلوش نشسته بود. چی گفتن؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتن بأب انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای جان تو باد. هل یدعا احدکم من تلك الابواب كلها. ای حبیب خدا گفت شما دروازه
نماز خواندین، شما دروازه جهاد گفتین، شما دروازه روزه گفتین که از دروازه ریان فریاد زده می شود، شما دروازه صدقه گفتین که فریاد زده می شود. آیا شخصی هست که از همه این دروازه ها فریاد زده شود؟ آیا هست نفری که همه دروازه ها محتاج او باشند، منتظر او باشند؟ حضرت ابوبکر این سوال دادند. ابوبکر صدیق شما میدانید که با لقب صدیق مشهور است، یک مجاهد در راه پروردگار بود، خدمتگار رسول اکرم بود، خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یکی از دخترهای باکره‌ای که پیغمبر خدا در نکاح خود در آورد، این دختر ابوبکر صدیق حضرت عایشه مادر ما و شما بود. خود ابوبکر حکایه میگه پیش از آنی که رسول اکرم چی جواب گفت به ابوبکر، حضرت ابوبکر خردی‌هاش حکایه میکن در کتاب که بار پدرش میگه ابو قحافه و پیش یک بت برد، بت هیکل، اون وقتا هیکل ها را به حیث خدا عبادت میکردن، پیش همون بت برد و به سوی فرزندش ابوبکر گفت، ابوبکر گفت این از خدای بزرگ ما. زمانی که اسلام نداشتن، زمانی که گویم عبادت نداشتن، وقتی که ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق میگوید از پیش ابوبکر دور رفت، ابوبکر به طرف این بوته که پدرش نشان داد که این خدای توست چی سوال داد؟ گفت ای بت، گفت من گرسنه هستم برای من طعام بده، من گرسنه هستم، گفت برای من طعام بده. ابوبکر میگوید از این بت این سوال کرد. چگونه که بعض مردمای ما و شما امروز تا حال ما تکیه به آدم ها دارد که ای اکو عجیب آدم بداخی، هم خورد کلان سر بود. مردم تا حال رزق از الله نمیبینند، تا حال تکیه به مردم و تکیه به فلان حکومت و به فلان چیز است. خیلی گویم که این هم جای تأسف آور است، جای تعجب است که امروز در این قدر پیشروی علم تا حال ما تکیه با بر خدا نداریم، نمیدانیم که رزق پروردگار میرساند. نگاه کرد که از بت هیچ صدای نیامد. گفت من لباس ندارم، گفت برای من لباس بده. از بت صدای نشد، نه طعام داده توانست، نه لباس داده توانست. صاحب کتاب میگوید همین بت ابوبکر رو برداشت به سوی آسمان و در زمین زد، پاره پارش کرد. گفت تو خدا هم نیستی، گفت تو خدا میشدی، گفت ما را از طعام از لباس سیر میکردی، گفت تو خدا نیستی. گفت از خوردیش حضرت ابوبکر صدیق بت شکن بود، علیه بت مبارزه میبود. صاحب همین کتاب میگوید که بار ابوبکر صدیق خود حکایت میکرد که در زیر یک درخت خواب بودم، بناگاه میگوید بیدار شدم که یک نوده همین درخت میگوید پایان شد و به سوی من گفت که ای ابوبکر از جات بخیز، امروز در مکه مکرمه یک نفر پیغمبر شد، پیش از همه رفته به او ایمان بیار، تو عزیزترین مردم بعد پیغمبر خدا میشوی. وقتی این صدا را میگوید از درخت شنیدم، گفتم برای من مفصل تر بیان که وای کیست؟ گفت وای محمد ابن عبدالله است. گفتم آخی وای رفیقی من است، وای همنشین من است. گفت من برای تو میگویم سراسیمه شو، خیز از جاد رو با وای ایمان بیار که عزیزترین مردم بعد رسول اکرم تو میشوی. ابوبکر صدیق میگوید از جایم خیستم و دوان به پیش محمد صلی الله علیه و سلم آمدم، پرسان کردم. وای گفت در اصل به من وحی از پروردگار می آید، به یگان معجزه از حضرت ابوبکر صدیق چکار کردم؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کردم، ایمانی به او آوردم. حضرت ابوبکر بسیار آدم خاکسار بودند، بسیار آدم عادی بودند. میگوید زمان عادیگی و خاکساریش را در حکایه بیان میکند که حتی چنان عادی بود که گوسفند و گاو همسایه ها را می جوشید. وقتی که میگوید خلیفه شدن، وقتی میگوید در منبر خلیفگی که نشستن، بعدا آوازه مدینه منوره را منتشر شد که ابوبکر خلیفه شد. در خانه همون کمپیری که گوسفند و گاو می جوشید و گوش او رسید که ابوبکر خلیفه شده است.
این کمپین میگه صدا داد که ابوبکر که اگر خلیفه شده باشد گوسفند گاوی مرا کی میجوشد. وقتی میگه این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید، گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این مقام خلیفه، گفت جاینشین نمی شود که ابوبکر در غرور و در نخوت اندازد. گفت ابوبکر همون ابوبکر پیشینه است. قسم به خدا، گفت گوسفند گاوی او را من در حالت خلیفگی من می جوشم. یعنی این قدر حضرت چی بودند؟ عادی بودند، خاکسار بودند. زمانی وفاتش هم حکایت میکند که وقتی که آخر حیاتش بود میگوید عایشه صدیقه دخترش فریاد زد، گفت امروز چند شنبه است؟ گفتن دوشنبه هست. گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که عمر هم با عمر دلبند و محمد برابر شد، 63 ساله شدم و همین روز دوشنبه بود که این دلبند من، این محبوب من دنیا را ترک کرد. از خداوند تمنا دارم که خداوند امشب کاری مرا به پایان برساند. صاحبای کتاب میگه همون شب میگه رخت سفر بستن، همون شب میگه چیکار کرد؟ جان به حق تسلیم کردن. وقتی این سخن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتن ابوبکر صدیق گفتن آیا نفر یافت می شود که همه دروازه های جنت او را صدا دهند؟ حبیب خدا چی گفتن؟ ارجو ان تکون منهم. ای ابوبکر گو امید دارم که همه دروازه های جنت تو را صدا می دهند. همه آن دروازه های، چی نماز باشد، چی جهاد باشد، چی دروازه روزه باشد، چی دروازه صدقه باشد، همش تو را فریاد می زند. در همگی در پسنداز حضرت ابوبکر صدیق میگن 4000 درهم بود. همگی 4000 درهم داشت. وقتی رسول اکرم اعلان جهاد کرد، گفت لشکرها را باید مجهز از عراق کنیم، ابوبکر صدیق همراه حضرت عمر بودند. عمر میگوید من خواستم که در همین منظره از ابوبکر صدیق بگذرم. رفتم میگوید در خانه مال اسباب انجام جمع کردم و نصف مال ما میگوید آورده در پیغمبر خدا تسلیم کردم. گفت چی مقدار مال آوردی؟ گفتم نصف مال ما آوردم، نصف دیگرش برای روزگار باز گذاشتم. حضرت عمر گفتند حبیب خدا دعا کردن که خدایا در این مال دادگی تم برکت دهد، در مالی که پسنداز برای اهل گذاشتی در اون هم برکت دهد. حضرت عمر میگن منتظر ابوبکر بودم، کنی از ابوبکر من بگذرم که خیلی مال زیاد من صدقه کردم. وقتی که ابوبکر صدیق آمد میگه در دامنش همون 4000 که داشت پسنداز همگی را آورد، در پیش رسول اکرم ریخت. حبیب خدا گفت هل ابقیت لاهلک شیء؟ برای خانوادت یگان چیزی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم. گفت چی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم ای حبیب خدا. گفت چی گذاشتی؟ گفت الله و رسول او را باز گذاشتم، و جز الله و رسول او چیز دیگر در خانه باقی نگذاشتم، همگی را برای تو تسلیم کردم. ابوبکر صدیق میگه رسول اکرم دست برداشتن در حقش دعای خیر کردن. انشاءالله من جمعه آینده در اطراف این ماه مبارک یک صحبت دیگر آراسته میکنیم و خدا خواسته باشد بعدنش در باب زکات که گویم وظیفه اولین درجه ما هست و خیلی جمعه ها هم برادران منتظر هستند که امروز بسیاری از جوانمردها و بسیاری از بندگان خدا صاحب نصاب شدند تا که از این زکات چیز فهمند. انشاءالله بعدا من صحبت میکنم. در اطراف یک مسئله از ما پرسان کردن، الحال یک برادر که سوال تعجیلی دادن که برادر عزیز وقتی که در موعظه آدم وقتی موعظه میکند اگر در موعظهش بنده های خدا را دشنام دهد، حقارت دهد، آیا همین جایز است یا جایز نیست؟ برادرای عزیز، من برای شما یک دلیل از سوره طه میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طرز دعوت درستیش اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. این برای تمام شخصانی که دعوتگرند باید شعار باشد. برادرای عزیزی که امروز امر معروف میکنین،
برادرایی که امروز شما میخواین که یک برادرتان نماز خوان کنین، یک برادرتان از راه بد گردانین، الله سپارش به سوی حضرت موسی و هارون برادرش میدهد که فرعون از حد گذشت. فرعون دعوای خدایی کرد، پیش وی به قصر وی روید. وقتی که وی دعوتی به سوی خدا میکنید، قول لینه، با سخن نرم، با سخن ملایم وی دعوت کنید. فرعونی که دعوای خدایی کردن، با سخن خوب، با سخن نرم ملایم وی دعوتی به سوی ترس پروردگار کنید. اگر با شما مراجعتی در سوره نحل کنید، آیت های آخری وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. پروردگار میگوید هر وقتایی که بنده های مرا به سوی من میخوانید، ای واعظا و ای دعوتگرا، شما دشنام و سخنهای قبیح استفاده نبرید، بلکه با سخن نرم، با سخن خوب، با موعظه های حسنه اونها را دعوتی به سوی خدا کنید. برای شما یک منظره از حبیب خدا من حکایه کنم. پیغمبر خدا با صحابه ها نشسته بود که یک جوان آمد گفت ای حبیب خدا، برای من رخصت بده که من زنا کنم. اگر همین مسئله را پیش کدام داملای ما در الحال یک جوان سوال دهد، باور کنین چی قدری که خواهیم و ما تحقیر میکنیم. حبیب صحابه همه میگوید از جا خیستند، غضبناک شدند، خواستند وی لط کوب کنند. حبیب خدا گفت دستی وی در دستی من دهید. گفت نرمی را ببینید، ملایمی را ببینید، رفتار را ببینید. این رفتار پیغمبر خدا باید برای همه ما درس شود. گفت فرزند عزیز نزد من نشین. گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم زنا کنم. گفت فرزند عزیز میخواهی که به مادر تو کسی زنا کنند؟ گفت نه ای حبیب خدا. گفت پدر و مادرم فدای تو باد. گفت من نمیخواهم که به مادر من کسی زنا کند. پس گفت ویها هم نمیخواهند که به مادرشون کسی زنا کند. میخواهی که با خواهرت کسی زنا کند؟ گفت نه ای حبیب خدا نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهد که با خواهر اونها کسی زنا کند؟ گفت میخواهی که زن تو با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس وای برادرها هم نمیخواهد که با زن اونها کسی زنا کند؟ گفت میخواهی که خالت با کسی، عمت با کسی، ابهت با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهند که خاله و عمه و اپای اونها هم با کسی زنا کنند؟ جوان میگه نرم شدن، ملایم شدن. حبیب خدا میگه دستش در بالای سینه این جوان گذاشت. گفت پروردگارا گناه این بنده را مغفرت کن. خدایا دل این جوان گفت پاکیزه کن و از راه حرام گفت این جوان بگردان. این جوان میگه تا زمانی که این کار برای من شیرین خیلی لذیذ بود، از زمانی که حبیب خدا دعا کردن از همه عمل نفرت آور برای من زنا شد. با گپی خوب، با گپی نرم دعوت کردن. باری میگه یک جوان آمد، یک اعرابی در داخل مسجد رسول اکرم بروکش کشید، پیشاب کردن گرفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه خیستن تا که وی لط کوب کنند که تو در مسجد پیشاب کردی. الحال در همین بین ما و شما کسی این عمل اجرا کند، باور که باوری دارم از همین تیزا میپرتایم شما و شما. لیکن حبیب خدا گفت در جاتان نیستید. گفت غضبناک نشوید. گفت پهلوان قوت دارین، روین گفت از بیرون آب بیارین، پیشابی باید تازه کنین از مسجد. گفت پیشاب شد دور پرتایین. غیرت دارین، گفت انصاف دارین، پهلوانین، پیشاب تازه کنین. گفت وای کار نگیرین، وای جاهل است، وای نمیفهمد، باید دعوت کنین. امروز راه دعوت به دشنام و به تحقیر و به سیاست نمی شود. با او تو یار و رفیق شو، با او همنشین شو، از دختر بی سطر نگریز، از بچه بی نماز نگریز، از بچه های عرق نوش نگریزین، بلکه با اونا یار و رفیق شوید، با اونا همنشین شوید، اونا را دعوتی به سوی حق کنین. تا دیروز خودتون کی بودین؟ شما از خودتون خلاصه برارید. شما با کسی همنشین شدید، در کجای صحبت شنیدید شما اصلاح شدید، اونها قطعی همنشین شوید تا که اونها هم اصلاح شوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی، من از شما خواهش میکنم که در
در این روز سعید که روز نماز جمعه می باشد در حق پدرم اکای فیض الله و مادرم دعا کنید. با احترام، پسرش فردوس. اکای آدینه شاه، همین رقم های پولش لازم هم نیست خواندن همینجا. خب اکای حاجی صابیر، بابای حاجی نصرالدین از جرقله، یک برادر گفتن دعا کنید. یک خواهر صابر جان در حق بابایم بیمار است. در حق مرحوم حاجی ارگش، بابای سفرخوجه از همین کوه دامن گفتن در حق گذشتگانم و فرزندم در دوردست ها هست، در روسیه هست، دعا کنید در حقش. در حق پدرم از چاق تیمور، دیروز یک بچه آمدن در همینجا پدرشون از دنیا گذشته بوده است، گفتن در حق پدرم دعا کنید. شادی از ناحیه رودکی، دعا کنید پدرم نمازخوان شود. در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه کردند. دکان مغز و مویز، یک برادر از ایستگاه بازار یک مبلغ کلان یافته است. به بازار کلان به سفر مراجعت کنید. یعنی در آن بازار کدام برادری خدا ترسی بوده است مبلغ کلان یافتگی هست. کسی اگر همون مبلغ گم کرده باشد بازار کلان ده بابای سفر اکی سفر ده مراجعت کند، همون مبلغش یافت می شود. و در حق آن برادرانی که الحال خیر احسان کردند یک جای دعا کنیم که و تمام آن برادرایی که با طریق تلفن از شهرهای روسیه از ما دعا طلب میکنند که در حق ما دعا کنید. خدای مهربان تمام آن بندگانی که و فرزند رئیس شهرم برادرمان محمد شریف هم احمد میدانیم که یک هفته قبل قضای الهی بوده است، در صدمه از دنیا گذشتند. در حق ایشان هم دعا کنید که همه اینها را خدای مهربان گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند و در دل خویش قومیت پدر و مادر صبر جمیل خدا نصیب روزی بگرداند و هر آرزو و امیدی که در دل این بندگان خدای مهربان وجود دارد با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. یک دعای دیگه کنیم که خدای مهربان همین معرکه‌ای که فردا ما در پیش داریم، ساختمان همین مسجد است، خدای مهربان با یک آسانی و با یک سبوکی خداوند انجام یافتنش برای ما بندگانش نصیب و روزی بگرداند و هر گونه نافهمی ها و کینه و عداوت خدای از دل بندگانش دور بگرداند و خدای مهربان این عمارت های مسجد فقط و فقط برای پند و نصیحت، برای بهبودی اسلام خدای مهربان نگه دارد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم. ولی برادرای هستن که مثال شخصا میخواهن یاردم کنن، ما منتظرشون هستیم. شکر تا امروز که بعضی برادران مراجعت کردگی هستن، لیکن اینجا خیلی مبلغ کلان در کار است و از پروردگار امید است که انشاءالله برادرها همه ما را کمک میکنن. اینم یک آبادی هست، اینم برای یک بهبودی همین فرزندای ما و شما انشاءالله انجام مییابد. الله خطاب میکند ای کسانی که ایمانی به الله دارید، چرا آن چیزی را که میگویید خود نمیکنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید خود نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله میگوید برای آن کسانی که میدانند و نمیکنند چه عذاب دردناک منتظر است، چه عذاب سخت و چه عذابی که برای کسانی که ندانستند انجام دادن اونها را عذابشان سبکتر است از آن کسانی که میدانند و عمل نمیکنند. حبیب خدا میگوید من قرأ القرآن یتأکل به الناس جاء یوم القیامة و وجهه عظم لیس علیه لحم. کسی در دنیا قرآن خوان، کسی در دنیا دعوای حافظ قرآنی کرد، دعوای پیشوایی کرد، دعوای عالمی کرد، لیکن یتأکل به الناس، حبیب خدا گفت